مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور خبر داد. گفته می شود راننده گناهکار به جای کمک رسانیدن به جبر دیده که یک نورس 14 ساله بود از جای صدمه فرار کرده است، ولی او را معاین و دستگیر کردند. بنابراین منبع 12 ایون سال 2022 تخمین ساعت 17:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اشکودا شخصیتش نامعلوم هنگام حرکت از سمت کوچه دانش به سمت کوچه بیزود پایتخت به مقابل سمت حرکت راه برآمده پیادهگرد نابالغ عبداللهیف محمدالله بختیارویچ سال تولدش 2008 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه نورس عبداللهیف جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، راننده ماشین ذکر گردیده نورخ مولانا میرعلیویچ سال تولدش 1993 ساکن شهر بختر دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. راننده بر اساس قسم دویم ماده 212 برای ویران کردن قاعده های حرکت راه و استفاده واسطه های نقلیات که از بی احتیاطی باعث مرگ انسان و رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی انسان گشته است، همچون جزا از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته میشوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اساس 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.